بگو طاغوت رو تعریف کن. خیلی خوب، حالا میخوای نو مسلمان بشی، مشکلی نیست، مسلمان شو. حالا بگو، حالا طاغوت رو تعریف کن. طاغوت شکن. من میخوام نبیم مسلمان شم، به من گو. بسیار خوب، طاغوت شکن. طاغوت رو بگو. طاغوت رو بگو. طاغوت اول قرآن رو به تو یاد میدم، قرآن اصله. طاغوت رو تعریف کن. طاغوت رو تعریف کن. طاغوت رو. طاغوت رو. طاغوت هر چیزی که بغیر از الله جل جلاله پرستش و در عبادات خود ردی باشد، طاغوت نامیده میشه. چون الحمدلله 20 ساله که من تجوید درس میدم. الحمدلله رب العالمین. بله الحمدلله رب العالمین. بله مطلبی میرون که چی رقم میخوانی بچه. نام استاد صافی رو وضو بگیر، بعد به دهانت بگیر. او ابوبکر صافی، ابوبکر صوفی نیست. خب پیغمبر علیه السلام میگن از صفات منافقین در میان برخی از برادران و خواهران مسلمان ما دیده میشه. و السلام از صفات منافقین وقتی بیان میدارن میفرمایند که و اذا خاصم فجر، وقتی که با کسی خصومتی کرد، با کسی دشمنی کرد، با کسی مجادله کرد، با کسی بحثی کرد، گفتگویی کرد، دشنام میده. برو فیلم سکس هست را جمع کن. کدام سکس؟ همون سکسی که با خواهرت بود یا با مادرت؟ بگو برای من. برو فیلم سکس هست را جمع کن. کدام سکس؟ همون سکسی که با خواهرت بود یا با مادرت؟ بگو برای من، معین کن کدام را میخوای که من حذف کنم، کدام را میخوای که از بین ببری. به به دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم که استاد فاطی را با خود داریم. حتما ایشان را فالو بکنین. برو فیلم سکس هست را جمع کن. کدام سکس؟ همون سکسی که با خواهرت بود یا با مادرت؟ بگو برای من. نام استاد صافی را وضو بگیر، بعد به دهانت بگیر. او ابوبکر صافی، ابوبکر صوفی نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه مشترکین عزیز، برادران و خواهران بزرگواری که به دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم که استاد فاطی را با خود داریم. حتما ایشان را فالو بکنید. او ابوبکر صافی، ابوبکر صوفی نیست. خب عزیزم، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، اولا برادر عزیز، اهلا و سهلا و بارک الله فیک. سوالهایی که شما دادید همش در مسائل اصول است، اصول اعتقاد است. و این کسی که شما به نزد او رفتید والله اعلم کی است؟ خیلی جاهل است. الله المستعان، خیلی جاهل است. اهل بدعت است. خواه جهمی باشد، خواه خوارج باشد، خواه حزبی باشد، یا صوفی یا اشعری ماتریدی طاغوت پرست، اینها که برادر عزیز به دینشان یقین ندارند، اینها که حجت برای اعتقادشان ندارند، حتی از یک انسان مسلمان عادی میترسند. وقتی که از او سوال میکنی، بجای اینکه به سوال تو جواب گوید، از این طرف داخل اختبارت میکند، از اختبار او گذشته نمیتونی، راست گویی دروغ میگد، تو را دروغگو میکند، حقیقت بگوی این کارت میکند. مقصد چیست؟ مقصد این که جهمی ها انا همچنین انسان ها هستند. لیکن بالاخره ما میگوییم وقتی که طاغوت را از شما سوال کرد و شما گفتید که هر چیزی که عبادت کرده شود بغیر الله و او راضی باشد، این تعریف شما تعریف علمی عادی است و این تعریف شما و این بیان کردن شما و این فهمش شما در بالای معنای طاغوت صحیح است. و این سخن شما عیناً همون سخن محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله است که شیخ الاسلام گفتند الطاغوت، طاغوت یعنی كل ما عبد من دون الله و هو راض، هر چیزی که بجز الله عبادت کرده پرستش کرده می شود در حالتی که او راضی باشد. شرط رضا در اینجا، یعنی یک انسان ما کدام وقت طاغوت میگیم؟ وقتی که عبادت بکنی، یگان نمود عبادت رو انجام بدی و او از همین عمل عبادت تو راضی است، طاغوت است. اما طاغوت هایی که بیجان است و مانند جماداتی که امروز از درخت و سنگ و قبر طاغوت گرفتند، شرط رضا بودن از اونها
ضرور نیست، برای اینکه اینها رضایت ندارد. برای همین امام مالک رحمه الله گفتند که الطاغوت کل ما عبد من دون الله. طاغوت همه، لیکن بهترین معنای طاغوت را ابن القیم الجوزی شیخ الاسلام رحمه الله گفتند که الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع من اقوال او افعال ظاهره او باطنه. طاغوت همه اون چیزهایی که بنده از حد میگذرد، تجاوز از دایرهش میکند در پیروی، در عبادت و در اطاعت. کسی رو اینچنین سخت پیروی کردی که پیروی قرآن و سنت یک طرف ماندی، به پیروی او میری. مقلد هم در بعضی حالت طاغوت پرست میشود. قرآن و سنت میبری انکار میکند، طاغوت پرست شد، سخن دیگر میگیرد. یا که در اطاعت لشکرهای طاغوت ما چرا طاغوت پرست میگیم؟ اطاعت در رئیسشان چنین غلو کردن که اگر امر کند که برایت فلان مسجد را نابود کنید، مسلمان ها را بکشید، سجن کنید، میرند میگن این امر از علاج نیست، میگن یکی خودشون هم مسلمان میگن، در حالتی که طاغوت پرست شدن، در اطاعت غلو کردن. اطاعت عبادت است و این طاغوت پرستی فقط به اعتقاد نمیشود. خیلی که جهمی ها ذکر میکنند، ابن القیم الجوزی میگن من اقوال به زبان باشد او اعمال یا به عمل باشد، یعنی یا به سخن یا به عمل. سخن زبان، سخن دل، عمل جسم و عمل قلب. به همه این نمود انسان طاغوت پرست شدنش ممکن است. خیلی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله این ذکر کردن. و بالاخره میگوید که ظاهر یا باطن، یا ظاهرا انسان طاغوت پرست میشود یا باطنا. یکی از علمای عصر حاضر میگوید که بسیار انسان های ما امروز میبینیم که ظاهرا موحد میتابد، چقدر موحد زیبا است، قبر را عبادت نمی کند، طواف به غیر الله نمی کند، به غیر کعبه، اما میبینی که در گرد نفس خود طواف میکند. هر چیزی که نفسش خواست حق است، قرآن و سنت هم به خاطر نفسش ترک میکند. برای پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. شما مؤمن نمیشوید تا همان زمانی که، مگرم تا همان زمانی که هوای و هوس شما تابعی قرآن و سنت باشد. هوای هوس تابع قرآن و سنت نباشد، طاغوت پرست است. طاغوتش نفسش است. امروز جهمی ها از این جهت هم طاغوت پرست هستند. قرآن و سنت قبول ندارد، سلف صالح قبول ندارد، خودشون چرت و پرت میگن. بالاخره در باب طاغوت او کسی که امروز ما صحبت کرد خیلی به شما تهمت کرده و جهالت است. شاید اون مسائل ابتدایی رو بیخبر است، از اصول دین بیخبر است. شرم بود برای او. و برای مسئله وضو، نام کسی رو سبحان الله وقتی میگیری نام بعضی از اشخاص معینی رو باید وضو بکنی، بعد نام او رو بگیری. قسم به الله این تقول، یعنی ساختگی به دین الله است. یک چیزی رو ساختن به دین الله است. یگان نفر از صحابگان و تابعین و تبع تابعین در حق خیر البشر سید ولد آدم خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگز نگفتند که نام محمد رو به وضو بگیر. آیا از نام محمد صلی الله علیه و سلم دیده از بشریت نام بزرگی هست؟ از درجه محمد صلی الله علیه و سلم دیده درجه بزرگتری هست؟ خلیل الله، ما میگیم پیامبران بهترین انسان ها هستند. از درون پیامبران رسولان، از درون انبیا رسولان 315 نفر از همه بهترین انسان ها در روی دنیا. از درون رسولان 5 نفر بهتر، موسی، عیسی و محمد. و از درون 5 نفر از اول انسانیت تا آخرش 2 نفر بهترین هستند، ابراهیم ابوالانبیا و محمد. و از درون این 2 نفر بهترین اونها خلیل الله که مقام محمود فقط به این داده می شود، سید ولد آدم. اولین کسی که از قبر بیرون شد این محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما نام همین انسان را یگان مراتبه کسی نگفت که به وضو باید نامش رو بگیری. صلوات رو هر جای می خواهی بکن. پس کسی که این سخن را به شما گفته از دین الله دروغ گفته. جزای اینها را الله در قرآن میگوید و من تقول علینا فمن تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليقين بالوتين لأخذنا منه بالوتين ثم لقطعنا عنه ومن تقول علينا بعض الأقاويل
ثم لقطعنا منه الوتين. جزاك الله خیر. یعنی هر کسی که از نام ما یک سخنی را میگوید از نام دین که از بافته خودش است، و من تقول علینا بعض الاقاویل. تقول یعنی سخنی را گفتن در دین الله که وجود ندارد، از پیش خودت گفتی، خودت راب قرار دادی. الله میگه که هر کسی که از نام دین ما به یک مسلمان عادی چیزی را گفت که ما نگفتیم، ما به طرف راست او را میگیریم، به راست میگیریم و ما رگی وتین او را میکفونیم. این جزای همین است، میکفونیم. و الله در بسیار جای، ابن القیم الجوزی در زیر آیت میگه که الله مراتب گناه را ذکر کرد و از همه مرتبه بلندترین گناه را که از شرکم بدتر است بیان کرد که این سخن کردن در دین الله به علمانه و جاهلانه. و ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. در حق الله، در دین الله سخن بکنی چیزی رو که نمیدانی، از پیش خودت میبافی، میسازی. تشریع از ساختن قاعده و قوانین است. ولا تقف ما ليس لك به علم. هر جایی که علم نداری صحبت نکن، از خودت نساز. این تمام این مسئولیت در نزد تو وجود دارد. پس بارک الله فیکم. هر کسی که این سخن رو گفت، البته که این سخنهایش باطل است. بله، سخن آخرین، مسئله آخرین گفت هر کسی از مسلمان ها قرائت قرآن را بلد نیست، نمیتواند که خوب قرائت قرآن کرده باشد، شاید تجویدش، شاید حفظ کامل قرآن نه، او میگه یعنی حق ندارد که در مسئله کفر بالطاغوت گپ زند یا که کفر بالطاغوت داشته باشد. اعوذ بالله من ذلك، اعوذ بالله من ذلك. انا این تقولی، یعنی سخن بستن به دین الله، بافتن یک سخن به دین الله که الله نگفته بلکه الله برخلاف این حکم کرده، و این کفر اکبر است. هر کسی میگوید که هر کسی که قرآن را تلاوت کرده نمیتواند در باب کفر بالطاغوت سخن نکند، کفر بالطاغوت لازم نیست، اول قرآن بخوان، مرتد است، مشرک است، کافر است، بیدین است، اصل دین را انکار کرده است. 7 مراتب الله در قرآن در باب طاغوت صحبت میکرد. ببین همه پیامبران از نوح علیه السلام تا خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه وسلم اولین دعوتشون انا همین کفر بالطاغوت بود و اولین امر الله و اولین فرض الله هم انا همین کفر ورزیدن به طاغوت بود. زیرا که اگر ایمان به الله آوردی اما قلب تو آمیخته به کفر است، عاشق کفر است یا که کفر بالطاغوت ندارد، پس به قلب نجسی که کفر بالطاغوت ندارد ایمان رو داخل کردی، ایمان به وجود نمیاد. اولین فرض الله همین است. برای این الله سبحانه و تعالی گفت ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما به هر یک قوم امت رسولانی را، انبیای را ارسال نمودیم، فرستادیم که یک چیز دعوت میکردن. همه رسول و انبیا بعد از نوح علیه السلام، زیرا تا نوح علیه السلام از آدم تا نوح 2000 سال همه در حالت توحید، کفر بالطاغوت و ایمان به الله زندگی میکرد. اولین شرک در زمان نوح شروع شد و اولین دعوت هم به کفر بالطاغوت در زمان نوح علیه السلام و اولین عذاب مشرکین در نوح علیه السلام به وجود آمد. و از همون روز تا امروز اولین دعوت همه پیامبران چی بود؟ ان اعبدوا الله، الله عبادت بکنید، و اجتنبوا الطاغوت، اجتناب از طاغوت بکنید. در سوره بقره و 256 الله شرط مسلمان شدن، شرط صحت اهل لا اله الا الله شدن را دو چیز ذکر کرد: کفر بالطاغوت و ایمان به الله. اگر از این شرط یکیش به وجود نیاد، مشروط هم یعنی ایمان هم لا اله الا الله در تو به وجود نمیاد. 1000 مرتبه لا اله الا الله بگو، کفر بالطاغوت نداری، لا اله الا الله به تو فایده ندارد. زیرا که لا اله الا الله فقط به گفتن نیست بلکه به رکنی، انجام رکنی است که اولیش کفر بالطاغوت است. الله سبحانه و تعالی میگوید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. هر کسی که کفر ورزید به طاغوت و ایمان آورد به الله، انمین چنگ زده است، انا همچنین انسان ها چنگ زده اند به لا اله الا الله. اهل لا اله الا الله همون کسانی که دو صفت رو دارن: کفر بالطاغوت و ایمان به الله. اما اول کفر بالطاغوت است که قلبت پاک باشد و ایمان به الله به بالای اون بیاید. و در جای دیگر الله سبحانه و تعالی میگه الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى. بشارت برای جنت بریزوگی الله به کسانی داده می شود که اینها اجتناب کردند از عبادت نمودن طاغوت، یعنی طاغوت پرستی را ترک کردند،
از طاغوت پرستی دست کشیدند و بازگشتند به سوی الله، برای همینها بشارت است. و کسی بیاید بگوید که تو قرآن خوانده نمیتوانی، برای تو کفر به طاغوت حالا صحبت کردن شرط نیست، بگوید همه این آیات ها را انکار کرده، اصل دین انکار کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که اولین وحی بعد از اقرا دومین بود، یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، همین دعوت به چی بود؟ به دعوت به سوی لا اله الا الله بود. اولین دعوتشون بعد از نازل شدن اقرا در غار حرا، دومین آیت دعوت به سوی کفر به طاغوت و ایمان به الله بود. 10 سال پیامبر آیا به صحابگان قرائت را تعلیم فقط دادند؟ نماز نبود، روزه نبود، حج نبود، جهاد نبود، چیزی از این عبادت ها نبود، نماز جمعه هم نبود. در اونجا پیامبر 10 سال چیکار کردند؟ انا همین لا اله الا الله که کفر به طاغوت و ایمان به الله است و اصل ایمان هم کفر به طاغوت و ایمان به الله است. این دو رکن است که به این ایمان به وجود نمیاد. و کسی که انا همین کفر به طاغوت ندارد مسلمان نیست، اصل دین ندارد. قبر پرستا کفر به طاغوت ندارند، لشکران طاغوت کفر به طاغوت ندارند. و مسلمانی که طاغوت نشناخت، کفر به طاغوت به علم ندارد، اینم جاهل بدین است. و کسی که آموختن اینا میگوید که پس از قرآن است، این حالا اسلام نفهمید است. اصل اسلام آورده است به مستحبات برده است به اصل دین. و این دیوانگی رو ما فقط در جهمی های زمانه میبینیم که جهم ابن صفوان برای اینا خنده میکرد. الله المستعان. بفرمایید. جزاک الله خیرا استاد عزیز، الله شما راضی باشه. عبدالله برادر پایینتون باز بکنید که سوال داره. اگر عبدالله برادر بفرمایید. عبدالله برادر السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیرا. شیخ صاحب عزیز، یک سوال ما دارم. در امی صفحه تیک تاک یک شخص به نام ابوبکر صافی همیشه لایف میگیره و بعض اوقات ما در لایف از این شخص شاهد هستیم بعض کسا ازش در مورد طاغوت میپرسند که استاد طاغوت چی است؟ و جواب امی شخص به نام ابوبکر صافی امی است که شما اول باید نماز را یاد بگیرین، اول برین قرآن را بیاموزین و کفر به طاغوت را بگذارین، چون بزرگترین علما در این رابطه صحبت نکردند. یعنی گفتند میگه که در مورد کفر به طاغوت بزرگترین علما سکوت کردند. این وظیفه هر عامی نیست که در این رابطه صحبت کنه. آیا این صحبت از اینا یا جواب از اینا درست است یا خیر؟ جزاک الله خیر. برکات و برادر عزیز، اهلا و سهلا و بارک الله فیک. سوالی که شما دادید از سوالی پیشتر هم که قرآن را تو یاد نداری، کفر به طاغوت را یک طرف بگذار، باز واضح‌تر است و باز واضح‌تر است که اولا هر کسی که همین سخن را میگوید به مجرد گفتن همین سخن مرتد است، کافر است، اصل دین انکار کرده، نفهمیده و گفت است که این به یک طرف بگذارید. اعوذ بالله من ذلک. و آیات ها را ما دو مرتبه تکرار نمیکنیم، لیکن الله سبحانه و تعالی میگوید که همه پیامبران را ولقد بعثنا فی کل امه رسولا، همه پیامبران را در همه امت ها فرستادیم به خاطر یعنی دو چیز: کفر به طاغوت، ایمان به الله. به این ابوبکر صوفی مشرکی بدین میگویم که 10 سال اولی که در مکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به مشرکین مبارزه بردند، مشرکین به پیامبر دشمنی کردند، صحابگان را به قتل رسانیدند، به بالای بلال سنگ گذاشتند که احد میگفت، عمار یاسر پدر عمار را به قتل رسانیدند، سمیه را به شهادت رسانیدند و دیگر صحابه ها را پیامبر به هجرت به حبشه فرستادند. به خاطر چی بود؟ آیا به خاطر نماز بود یا روزه بود یا اینجا یگان محرمات بود یا به خاطر ان همین کفر به طاغوت و ایمان به الله بود؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که از پیامبر خبردار میشد به نزد پیامبر میاد میگه چخیلی که در ابن ابی شیبه در سیره و در همه سیره پیامبر معروف است، میاد میگه که ای محمد صلی الله علیه و سلم، من شنیدم که تو پدر و باباهای اجداد ما را تکفیر میکنی و این عبادت های ما، این بت ها و این بگویم صنم ها را باطل میشمارید، عبادت کرده اینا کفر شرک میگویی و ما را گمراه میگویی، آیا همین درست است؟ پیامبر میگه که بله
بله نمین است، به همین آمدن. عداوت مشرکین، دشمنی مشرکین قریش به بالای پیامبر به خاطر همین کفر به طاغوت بود، به خاطر تکفیر نمودنشان مشرکین بود را انجام نمیدادند. به صحابگانشان اولین درجه کفر به طاغوت نمی آموزانیدند که این ترک شرک است، بد دیدن شرک است، بغض عداوت است و باطل شماریدن شرک است و تکفیر کردن اهل شرک است و بغض و عداوت به مشرکین است. اگر همین پیامبر به صحابگان تعلیم نمیدادند، دشمنی بین پیامبر و صحابگان و بین مشرکین قریش به وجود نمیاد. دشمنی به خاطر همین دین به وجود، به خاطر همین است. این اصل دین پیش از روزه است، این پیش از همه چیز هست. هر کسی که نماز میخواند شب و روز اما طاغوت پرست است، به این معنی که یک چیزی رو غیر الله عبادت میکرد، این کافر است. چه که ابوبطین رحمه الله میگند من صلى و صام و شهد و قال لا اله الا الله و مع ذلك عبد غیر الله، نماز خوند، روزه داشت، لا اله الا الله میگد لیکن عبادت غیر الله میکرد، این مشرک است. لا تنفعه لا فایده ندارد، بیخبر بودنش هم فایده ندارد. اما انا همین اصل دین را میگد علمای باریز ذکر نکردن. بله اگر مقصد این جاهل مشرک علما گفته صوفی باشد، بله صوفی کفر به طاغوت اصلا نفهمیدن و نمیفهمند و ذکرم نکرد. رافضه باشد، رافضه نمیفهمد. حزبی باشد، نمیفهمد. و اشعری معترضی که از جانب طاغوت پرستند لیکن از جانب قسم طاغوت گفته فقط شیطان میگند. یگانه طایفه که حق است و منهج انبیاء تمام انبیاء و رسول دارد اهل سنت و الجماعت است که به تمام نمود کفر به طاغوت ذکر کردن. چرا نکردن؟ سلف صالح کفر به طاغوت ذکر کردن. نظر بکنید در رد علی الجهمیه، جهمی ها را طاغوت پرست میگن، زیرا که نفس پرست شدن، معطله شدن، مجسمه ها طاغوت پرست شدن. اما قبر پرستی در امت اسلام در عصر 4 به وجود آمد. چخیره که ابولیث سمرقندی حنفی در کتاب ذکر میکرد. بعد از این کارها به وجود آمد و در زمان ابن تیمیه، در زمان ابن القیم الجوزی نظر بکنید چقدر طاغوت پرستا را این کار کردند. و پیش از همه الله سبحانه و تعالی اینقدر با وضاحت و صریحا بیان نموده است که حجت به سخن علما است. به تفسیر نظر بکن، مگر ابن جریر طبری عالم نیست؟ یکی از علمای سلف وفات کننده 310 هجری در زیر طاغوت چی میگه؟ فما یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. این دین همه انبیا است. همه انبیا دینشون یک دین است. الانبیاء اخوه و دینهم واحد. پیامبر در حدیث میگن که پیامبران برادر همدیگرند، دینشون یک دین است. یعنی در جانب عقیده، در جانب اصول دین همه پیامبران یک دین داشتند. همه پیامبران به سوی لا اله الا الله دعوت میکردند، اما در جانب شرایط دیگر بود. مگر همه پیامبران به خاطر همین آمدن، به خاطر همین تمام زمین و آسمان خلق شدن، به خاطر همین دشمنی عداوت بین مسلمین و مشرکین شدن، به خاطر انجام ندادن کفر به طاغوت به جهنم رفتن، به غضب الله رفتن، مگر همین بیان کننده بزرگی مثلا نیست؟ مگر پیامبر صلی الله علیه و سلم خودشون آشکار نگفتن که من قال لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله حرم ماله و دمه؟ هر کسی که لا اله الا الله بگد و کفر ورزد به غیر الله، یعنی هر کسی که لا اله الا الله بگد و کفر ورزد به طاغوت، بعد از این مسلمان است. الله المستعان. اینها به دین ببینید، پایدیوار دین، اصل دین، ریشه دین به یک طرف گذاشتند، در بالای بام دین صحبت میکنند. بام مسائل مستحبات، در مسائل مستحبات به تو بحث میکند، مناظره میکند، تو را تکفیر میکند، اما ریشه دین اصلا نمیداند. الله المستعان. اینا را شیطان گمراه کرد. بفرمایید.